سلام به رفقای گل توی خونه، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. امروز ما ویدیوی 100 بچه در مقابل 100 بزرگسال مثل 20 رو داریم که همونطور که از اسمش پیداست 100 تا بچه قراره با 100 تا بزرگسال مسابقه بدن سر یه جایزه $500,000. بریم با همین ویدیو جذاب و با دوبله اختصاصی فارسی ببینیم. من این مکعبای قولاسا رو ساختم تا این 100 تا بچه بتونن با این 100 بزرگسال رقابت. مکعبی که بعد از 100 ساعت افراد بیشتری توش باشن برنده $500,000 میشه. این 100 تا بچه قراره حسابی با مامان باباهاشون سرشاخ بشن. ما رو اینجا حبس کردن، درارم بستن، فقط خودمونیم و خودمون. قراره به پیر پاتالا ببازیم؟ اونو فقط یه مش بچه‌ن مگه نه؟ در جریانی که پول بینتون تقسیم میشه. من یه خیرم، یه بخشش رو اهدا بله میکنم. درسته، پول جایزه قراره بین باقی مونده های تیم برنده تقسیم بشه. تازه یه ساعت گذشته، تو الان خیلی خودمو گرفتم که دیوونه نشم. خوب توجه کنید، با اینکه فقط یه ساعت گذشته ولی اگه همین الان بری بیرون من بهتون $1,000 میدم. این پیشنهاد فقط همین یه باره، دیگه هیچکی پولی قرار نیست گیرش بیاد مگه اینکه ببره. از الان 60 ثانیه وقت دارید تصمیمتون رو بگیرید. $1,000 که پولی نیست بابا. من واسه $1,000 هر کاری میکنم. برو آفرین. همه که دارن میرن. این پسر توئه؟ آره. پدر پسری پولو گرفته. این اصلا خوب نیست. اینم از آخرین نفر. ببینیم چند نفر رفت. فقط تو یه ساعت تونستیم 12 تا بزرگسال و 10 تا بچه رو حذف کنیم. چطور همتون برین و پولو بدین دست ما بزرگترا؟ خیلی از گروه رفتن، نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت. حالا که انقدر دوست دارم برنده بشن یه کار کوچیک هست که باید واسمون بکنم. باید اینو امضا کنم. بعدی تعهد دادیم که بچه‌هامون میتونن پولشون رو خودشون خرج کنن و ما دست بهش نمیزنیم. البته اگه بچه‌ها برنده بشن. باورم نمیشه واقعا دارن امضا میکنن. چیزم زحمتی دستشویی رو کشید. بکش کنار توالتی نشه. خب آروم. یه عالمه یوتیوبر نمیتونه یه دستشویی جابجا کنه. وقت پیپیه. دستشویی میخوان دیوار سوراخ کنن که بتونیم نفس بکشیم، وگرنه از بو خفه میشیم. ببینم الان کسی توشه؟ آره. از چرا بهم نگفتین؟ شرمنده داداش، راحت کارتو بکن. کریس دودکش شنیده بودی این گوزکشه. ببخشید البته بیادبی میکنه. دوره ضد خفگیه. امیدوارم خاک بوده باشه. 5 ساعت از چالش گذشته. منم اجازه دادم به حال خودشون باشن تا صبح ببینیم چی چون میشه. حوصلمون سر رفته بود یکم با کشیای رو دیوار کلنجار رفتیم و فهمیدیم کنده میشن، پس گفتیم بهتره بکنیمشون. همش خیلی حال میده. کی میخواد فردا بره مدرسه؟ اینو بگی؟ برو اونجا. نولان های! چیه؟ بیا اینجا. بس بابا چه حالی داد رو هم جلو پیدا کرد. من فکر بهتر دارم. صبح روز بعد یکی از بچه‌ها رفت تا ببینه چند تا بزرگسال باقی موندن. هی واسه ببینم پدر سوخته. میخواستی بهشون آمار بدی؟ آره حواسم باشه یه وقت پولا رو بر نداری. چند نفر بودن؟ در قفل بود. حالا که اونم حذف شد تو هر گروه فقط 78 نفر باقی مونده. ببینیم میتونیم چند نفر رو حذف کنیم یا نه. سلام براتون اوتمیل آوردیم. بفرمایید. کاغذ این آشغالو درست کرد. نمیدونم، من نبودم. واقعا افتضاحه. من بودم آشپزخونه‌تون رو پلم می‌کردم. بچه‌ها اوتمیل یه چیزی تو مایه‌های حلیمه که حالت عادی مزه خاصی نداره. حالا بعضیا مثلا با شکر میخورنش، بعضیا با نمک. ولی حالت عادی یه چیزی بیمزه و عجیب غریبه و واسه همینه که هیچکی دوستش نداره. باشه بابا تو خوبی. یه دفعه چی شد؟ همه اومدن بیرون. بابا چرا داشت خوش میگذشت که اوتمیل بدمزه همیشه جوابه. حالا که شما 8 نفر اومدید بیرون به نظرتون کی میبره؟ اونا. عجب. اوتمیلش داشتم بالا میآوردم. خیلی بد بود. یکی دکتر خدایی هیچکی اوتمیلا رو دوست نداشت. اینا از اونان که حلیمو با شکر نمیخورن. از بهشون یه پیشنهاد دادم. اگه 2 نفر بیان بیرون من واسه بقیه پیتزا میخرم. من همین پیشنهادو به بزرگسالا هم دادم ولی میدونم که اونا احتمالاً چیز دیگه ای بخوان. دلم لک زده واسه یه فنجون قهوه. آفرین. خب قضیه اینه اگه 2 نفرتون انصراف بدن من میرم 75 تا قهوه واسه بقیه میخرم. شما میرین؟ این یوتیوب کانال چند پخش میکنه؟ کانال 3. نولان قول 75 فنجون قهوه رو داد. بریم ببینیم واکنش قهوه فروشه چیه. میشه لطفاً 75 تا قهوه بدید؟ 75 تا چی؟ حالا اگه تو ایران بود مثلا میگفتی 75 تا قهوه شربت، تو ایران ما یه چیز داریم به اسم نظری. یه خورده منطقی میگه یارو میخواد نظری بده، ولی تو خارج همچین خبری نیست و وقتی میری میگی 75 تا قهوه بده یارو قفل میکنه مسلما. با اینکه بچه‌ها پیشنهاد منو قبول نکردن ولی بازم چند تاشون تصمیم گرفتن که برن. چی؟ نگار بعضیا بدجوری دلشون میخواد برن. ما که رفتیم. هرچی نفرات بیشتر انصراف بدن پول بیشتری به ما میرسه.
براتون قهوه آوردیم. بابت قهوه ممنون، خیلی چسبید. یو همه از این رو به اون میشه. دمشون حالا گرم. وقتشه که این چالش رو جدی‌تر کنیم. کارل نولان درا رو باز کنید. جلوی هر مکعب یه دکمه گنده وجود داره. تو 24 ساعت آینده توی زمان نامشخص این دکمه ها سبز. هر گروهی که بتونه زودتر دکمه رو بزنه مکعب گروه مقابل رو کوچیک‌تر میکنه. کارل هر وقت دوست داشتی دکمه رو بزن ریش و قیچی دست خودت. داداش حواست هست که فقط چند سانتی متر با خط فاصله داری؟ خب برنامه‌تون چیه؟ خب 3 نفر از بچه‌ها آمادن که سری بدون بیرون. 3 تا هممون الان قهوه خوردیم. حواسمون جمعه. توپی. میخوام رنگش آبی کنم ببینم چند نفر گول میخورن. این دیگه نامردی بود کار. باختم. حتما رو خط؟ خیلی خوب پس شما 2 تا با هم دیگه بریم. از شما 50 نفر مونده، فکر میکنید اونا چند نفرن؟ فکر کنم 60 نفر بیشتر باشه. از ما. میخوام چند بار رنگو تغییر بدم بعد دوباره آخر سر سبزش کنم. چونه ولی هستی تو. همین که اون بیاد من رسیده بودم. آره. داداش شرمنده زد نابودت کرد. هم گروهیامو ناامید کرد. واقعا عذر میخوام. پایان روز دومه و بچه‌ها تا اینجا 18 نفر کمترن. سلام به همگی. واسهتون یه پیشنهاد دیگه دارم. میدونم همه توافق داریم که اوتمیل خیلی آشغاله. اگه بذارید مکعبتون رو کوچیک کنم بهتون قول میدم شام به همتون پیتزا بدم. اوتمیل تا وقتی بریم خونه همینا یه میخوریم. دقیقه وقت دارید تصمیم بگیرید برمیگردم. 2 ثانیه بعد. پیتزا. تمام روز منتظر همین بودم. شرمنده رفقا، خودتون انتخاب کردین. بزرگسالا دارن با استراتژی میرن جلو. میدونن سختی اوتمیلی که الان دارن میکشن به شیرینی جایزه‌ای که بعدن میبرن میارزه. ولی بچه‌ها میخوان همین الان پیتزا بخورن خوشحال بشن، حتی اگه به این معنی باشه که ممکنه بعدن جایزه رو از دست بدن. شرمنده رفقا، خودتون انتخاب کردین. خیلی خوب نوش جونت. دارم بالا میارم. خیلی چندشه. مرد و حرفش. براتون پیتزا آوردم. خدمت شما. نفر یه پیتزا گیرتون میاد. پیتزای کامل. الان اشکم در این پیتزا ارزش کوچیک‌تر شدن مکعبو داشت. اون روز اتفاق خاصی نیفتاد ولی شبش خیلی سخت‌تر از چیزی بود که فکرشو میکرد. اونجا خیلی کوچیک بود. اصلا نمیشد تکون بخوره. شما که 60 نفرین، به نظرت بچه‌ها چند نفرن؟ اگه اونا هم مثل ما هر روز اوتمیل خورده باشن شاید 15. گمونم تعدادمون خیلی کمتر از اونا باشه. تو شروع روز 4 مردم کم کم حوصله‌شون جدی داشت سر میرفت. بنابراین تصمیم گرفتیم سورپرایزشون کنیم. این دریل نیستا. ببینم بچه‌ها میخوایم با پدر مادرتون حرف بزنیم؟ پس حله. خیلی هیجان دارم. سلام. مامان اینجاست پسرم. جسیکا اون اینجا نیست. رفته. واقعا؟ آره واقعا گفت نیست. سارا بابا دختر خودمه. دلم برات تنگ شد. قوی باش دخترم، دیگه چیزی نبودی. خیلی دوست دارم. ببخشید بچه‌ها رفتن ببینن میتونن چند نفر رو بکنن بیرون یا نه. کیف کاملا خالیه. میخوایم اینو ببریم تو بچه‌ها رو باش گول بزنیم. بچه‌ها چطورین؟ کی اینا میخواد؟ نمیتونن مقاومت کنن. بذار من برات بیارم، خیلی سنگینه. خب انصراف دادی که بیای اینو ببری، درسته؟ بیا ببرش. یعنی حتی یه لحظه هم به ویدیوهای قبلی فکر نکرده. تابلو بود خالیه. من هیچ کدوم حرفاشونو باور ندارم. پدر مادرها خیلی باهوش‌ترن، عمرن گول این یکی رو بخورن. امکان نداره بابا. توجه. متاسفانه پر از خالیه. یادته که جیمی گفت فقط یه بار پیشنهاد پول بهتون میده، بیشتر نه. راست میگه. جیمی گفت که ما به غیر از اون پیشنهاد $1000 دیگه هیچی بهتون نمیدیم تا وقتی برنده بشی. عجیبه که گول میخورن مردم. میخوایم بازم امتحان کنیم ولی این دفعه توش پر از ریگه. چرا زود باور میکنین و میرین آخه؟ ببینیم از این طرف کی شال میشه. واقعا اینا نمیخوان درس بگیرن؟ پولمو بدیم میخوام برم. این دفعه یه اسکناس میذاریم لایکی فکر کنم پره. توجه. داداش اسکلی. مطمئنی توش پوله؟ والا ندیدم چی توشه. پسر کو ندارد نشان از پدر. بچت به خودت رفته. توقع نداشتم همچین گندی بزنی. از من هی ایراد میگیر اون وقت این وضعیت خودته. این دفعه کی به خاله نشون میدیم ببینیم کسی میاد یا نه. میتونی صاف بندازیش توی کیف.
حالا یه امتحانی میکنم. خب ظاهرا نمیخوامش. بزرگترا گول این یکیو نمیخورن بابا مطمئنم. اونا خیلی عاقله. به خدا الان یکیشون من میاد. که اینجا رو شاید باورت نشه ولی بچه‌ام گول اینو نخورد. چرا باورم میشه؟ از دیروز تا حالا خبری از جیمی نیست ولی صداشو از روی سقف شنیدیم. باید ببینیم چه خبره. ما اومدیم بالای مکعب. بادکنک. ما بهشون گفتیم حق ندارن این بادکنک رو بتره کنن و اگه به حرفمون گوش بدن تنبیه نمیشن. بفرست بره پایین و تا بفهمیم اونا میتره کننش یا نه میخوام راجع به اسپانسرمون بهتون بگم. این تفنگا خیلی خفنن، میتونن تیرای ژله‌ای بندازن. یه عالمم قدرتشونه. کاش وقتی من بچه بودم از اینا داشتم. خیلی مسخره است. خلاصه که خیلی خفنن و خفن‌ترش اینه که واسه من یه دونه اختصاصی زدن. شما هم اگه بخواید میتونین مدل مستر 20 رو تهیه کنید. هم بالاش متفاوته، هم یه خورده این قنداقش. باتریاش هم شارژیان و هم میتونید به صورت تکی شلیک کنید و هم به صورت اتوماتیک و پشت سر هم. یه عالمم توش تیر جا میشه. دستش لازم میتر کنه. واو ترکوندش که یکم بیارش نزدیکتر، یکم دیگه بیارش پایین. فقط تعداد محدودی از این تفنگا وجود داره، پس اگه میخواین سفارش بدین تا دیر نشده سفارش بدین. یا نرف یا هیچی. خدایی خیلی حال میده. خیلی خوب، سلام بچه. این کاغذه تو بادکنکه بود که ترکوندی. نوشته چون بادکنک رو ترکوندین باید مکعبتون رو کوچیک‌تر نولان کنین. یه دفعه انداختش واسه همین جدی؟ ترکید. یعنی تقصیر نولانه؟ نه خیرم. اون بچه کمریخ ترکوندش، یعنی فکر کنم یه دقیقه هم بادکنکه رو زمین نبود. بعد الانم میخوان بندازنش گردن نولان، در حالی که عزیزان فیلمتون رو گرفتن 4K فول HD. نولان رو تنبیه کنین. خب واقعا ببر چه؟ سلام به همگی. این تو بادکنکه بچه‌ها بود زدن ترکوندنش. چون بادکنکتون رو ترکوندین باید مکعبتون رو کوچیک‌تر کنین. پس یعنی شما الان جاتون امنه. اما متاسفانه باید بگم یه نفر پا گذاشته رو خط. کار لطفا ویدیو رو بهشون نشون بده. درست اینجا، حتی بعدش یه بار دیگه پاتو گذاشتی روش. من باعث شدم پول بیشتر گیرتون بیاد. ممنون که اومدی دوست عزیز. میدونید چی اینجاست؟ نه. یه میزه. یه دنبالم. قبل از این که بگم چیه لطفا یه نماینده مشخص کنید. بیا اینجا لطفا. فقط کافیه یه عدد رو بین 1 تا 5 انتخاب کنید. 2. خیلی خوب، این مکعب شماست و اینم مکعب بچه ها. اون عددی که انتخاب کردن تعداد خطاییه که میتونن تو مکعب حریف بکشن. خیلی خوب، یه عدد بین 1 تا 5 بگو. 3. اوه، عدد خوبی بود. بوم. حالا ببینیم بزرگسالا چه بلایی سرتون آوردن. آره. با اینکه این خطا جاشونو خیلی تنگ نمیکنن ولی احتمالش زیادی که پات بره با روش. وجود این خطا آدم استرس میگیره. این دستشویی حواستون باشه. جاتون بودم خیلی این ور اون ور نمیرفتم. باختین پای خودتونا. سخته ولی خوش میگذره. با رفتن شما فقط 50 تا بزرگسال موندن، یعنی به هر نفر که اونجاست اگر برنده بشن $10,000 میرسه. مبارکشون باشه. خوشحالم که این فرصت رو براشون فراهم کرد. هیچ کدوم از این بچه‌ها تو 5 روز گذشته مدرسه نرفتن. منم گفتم یه حالی به معلمشون بده. اول از همه ببخشید که دانش آموزات اینجا نیستن، دارن سر $500,000 میجنگن. من ازشون پرسیدم کدوم معلمتون رو بیشتر دوست دارید و اونا اسم شما رو آوردن. پس یه لحظه. یعنی اینا ریاضی رو امیدوارم دوست که تو دارن؟ دوست داشته باشی، چون باید حساب کنی که همین الان چقدر پول بردی. داری با من شوخی میکنی؟ نه. واقعا؟ آره به خدا. پس من اینو میریزم اینجا با اجازه. اگه بچه‌های من ببرن تا آخر سال تکلیف ندارن. واقعا؟ آره جدی من برم بهشون بگم. خانم میب اصلا پراش ریخته بود. تازه گفت اگه برنده بشی تا آخر سال بهتون مشق شب نمیده. فقط 2 ساعت تا پایان چالش مونده و من گفتم یه چیزی به جز اوتمیل بهشون بدم. الان وقتشه ببینیم که شکلاتای منو چقدر دوست دارن. همگی توجه کنید، واسهتون مستر 20 شکلات آوردم و اگه بگین هرشی افتضاحی بهتون میدم. با این 6 شکلاتی‌ها شروع می‌کنیم. خیلی خوشمزه. هرشی افتضاحه. من فیست بلز انتخاب میکنم. دمت گرم. هرشی خیلی اینم برای تو. بده. برام خیلی جالبه که تو خارج میتونن اینجوری تبلیغ کنن که آقا مثلا برند هرشی رو نخرید، بیاید برند منو بخرید. یه دیس به یه برند دیگه میتونن بدن. بعد اون شرکت هرشی هم میتونه بیاد همین کارو بکنه. زیادم دیدم که مثلا شرکتایی مثل پپسی و کوکاکولا اینجوری به هم دیس و دیس بک میدن، یا مثلا بنز و بی ام و. ولی تو ایران ندیدم اینجوری باشه. یعنی فکر کنم اگه یک برند به یک برند دیگه دیس بده جنبش وجود نداره و احتمالا شکایت و شکایت کشی بشه. نمیدونم واقعیتش. اینم برای تو. آره راست میگی. من این طعمشو خیلی دوست دارم. به اون طرف ندین اصلا. 3 2 1
درسته 99 ساعت گذشته ولی متاسفانه یکی چند دقیقه پیش پاش رفت رو خط. شرمنده. ما بهتون $5000 میدیم. جیمی اجازهشو نداده ولی خب خودم راضیش میکنم. من که موافقم. فقط 30 دقیقه دیگه مونده. ما میبریم مطمئنم. فقط دعا میکنم که تعداد بچه‌ها کمتر از ما باشه. فکر میکنی چند نفر اونور موندن؟ فکر کنم 73 نفر. الان چند روزه که اینجاییم ما مطمئنم آخرش ما برنده. واقعا کنجکاوم بدونم اوضاع بچه‌ها اونور چطوره. از اینجا که رفتی اول چی کار میکنی؟ دوش میگیرم. شرمنده پسرم ولی ما میبریم. این دفعه اونا باخت میدن. ما با 100 تا بچه و 100 تا بزرگسال شروع کردیم. الان وقتشه که همه بفهمن کدوم تیم برنده شده. خیلی خوب. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 چالش رسما تموم شد. همگی میتونید از مکعباتون بیاید بیرون. بیاید بیرون. میتونید بیاید بیرون. اینا دیگه نمیخوام. خب حالا وقتشه که برنده رو مشخص کنیم. برنده این چالش با اختلاف فاحش بزرگسالا هستن. تبریک به همگی. و به عنوان جایزه واسه شمایی که تمام مدت اینجا بودید نفری $1000 بهتون میدیم. مرسی که اومدید. حالا میتونم برم پیش بابا؟ آره؟ دختر خودمه. دیدی گفتم میتونه. نمیدونم چی باید بگم. مامانم اونجا. راحت باشید برید پیش مامان باباتون. دلم برات حساب شاید بود. تو فوق‌العاده بودی عزیزم. برنده 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 برنده. خیلی ازتون ممنونیم. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم که لذت برده باشید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و حتما لطفاً کانال ما رو به دوستاتونم معرفی کنید. بهشون بگید بهترین دوبله ها رو از کدوم کانال میتونن ببینن. کانال ما دیگه مسلماً. دمتون گرم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.